غذای گاورم انداختم بچه‌ها و گفتم یه ویدیویی برای شما از گاوای بزرگتر بگیرم. اینا برای فعلا دارن غذا گاو میخورن. اینا گاو حساب میشن، اونا گوساله. سالا خیلی کوچیک‌تره، این گاوا خیلی اصلا زور دارن. بچه‌ها اینا رو ما یه سری خواستیم بیاریم اینجا، از اینجا مجابجاش، از اینجا مجابجاشون کنیم میاریمشون اینجا. و اینو خیلی اذیت میکنن. باور کن یه دونهشون نمیرفت. ما 4 نفر بودیم، 4 نفره هولش میدهی این مگه میرفت؟ اصلا نمیشه. و اینا رو مثلا باید مثلا نازشون رو بکشه، هی با نوازش آروم آروم ببریشون، وگرنه با زور اصلا نمیشه. بچه ها اومدیم قسمت گوساله‌های بزرگتر از گوساله‌دونی اومدیم بیرون، یه سری بیرون بزنیم. داخل گوساله‌دونی اصلا سردرد شده بود. جون من بگو ما رو سابسکرایب کنی، بگو دوستان. اگه این ویدیو رو میبینید سابسکرایب یادتون نره، بریم که ادامه ویدیو رو داشته باشیم. هوام گرمه، این گوساله هم کلا رفتن یه جای خنک، رفتن اون آخرها که سایه. طفلی هم انقدر گرمشون میشه تا میشنوه. تا ادامه ویدیو با ما همراه باشید، بریم که داشته باشیم. برو که قشنگ الان باید تنها کاری که بکنیم چیه؟ تنها کاری که باید بکنیم اینه که اینجا کثیف شده این کاهای کثیف شده برداریم بندازیمش تو این جوبه و با آب اونجا رو تمیز کنیم. تمیز که کردیم دیگه تمومه، اینا جاشون تمیزتر میشه. بیا جلو تو چشماتو وا کن، اخماتو وا کن. برو که داشته باشیم دوستان. من بیلو بیارم و این کاهای اضافه رو جمعش کنم، تمیزش کنم، بندازم تو جوبه و وقتی که داشتم شستشو میکردم برای شما یه ویدیو بگیرم. چرا برای که کار رو تمیز کنم برای شما ویدیو نمیگیرم؟ چون که دوستان من نمیتونم، چون با یه گوشی نمیتونم هم فیلم بگیرم هم با یه گوشی هم نمیتونم، مثلا نمیتونم یه دستم گوشی باشه یه دستم بیل باشه، نمیتونم کار کنم. ولی موقع آب فقط یه شلنگ دستم، بعد میتونم واسه شما فیلم بگیرم. پس با ما همراه باشین دوستان. هم قسمت گوساله‌های کوچیک‌تر، شیرخورا. بچه‌ها اینا رو نگاه کنید، اصلا پیش نگاه، انگار گربه. های خدا با این گاوه. یه نگاهی به من بکن. آفرین. الان اگه بگی یه سابسکرایب کنید ما رو دوستان، دیگه تمومه، یعنی کار رو جمع کردی. بچه ها گفت ما رو سابسکرایب کنید، این کله رو که تکون داد یعنی این زنگوله رو هم بزنید. آفرین. دیدی؟ اگه دیده باشین نگاه یه کله ریزی میزنه. حالا شما دوستان سابسکرایب یادتون نره. برو که کارمون تمام شد و قشنگ اینجا رو سر تمیزش کردیم و الان آماده قشنگ تمیز تحویل گوساله ها دیگه. حالا اونقدر تمیز هم نشده ولی خب از چی بهتره دیگه. این از جاش از گوساله ها خوشحال اینجاتون تمیز شده. قیافه باحالی دارن. اومدی بیا. خیلی خوب دوستان، همین الان از سر کار تعطیل کردیم و داریم بریم طرف اتاق تا لباسمو عوض کنم و برم یه چیزی بخورم اگه شد، یا نه برم مستقیم حموم، یا نمیدونم مستقیم برم مغازه یا برم سلمونی. نمیدونم خدا اصلا درگیر کاروبارم، اصلا نمیدونم چیکار کنم با خودم. اینم از نیترا خانم و مهدی دارم میریم پیششون. خیلی خوب با ما همراه باشید دوستان. امروز حالا تصمیم میگیرم یا برم مغازه یا برم سلمونی یا برم بشینم بخوابم، خیلی هم خستم. 3 تا کار است. خیلی خوب بچه‌ها داریم ما رحمت میریم بستنی بخوریم. میگم بستنی بخوریم، میریم مغازه یکم پرتفرز بگیریم واسه اوساق لیوان نداریم و اینجور چیزا. منم میرم
یه مداد بگیرم با یه دفتر اگه داشته باشه، میخوام انگلیسیمو تمرین کنم. اگه نداشته باشه که هیچی، با ما همراه باشید. راهش یکم دوره، 15 دقیقه راهه. ببینیم که چی میشه. خب بچه‌ها داریم میرسیم کم کم به مغازه. شما کلا یه جوری انگار زمین کشاورزی چیزی سیبیس انگار کاشتن اونور و هم مغازم اونجاه. باید بریم اونجا. 5 دقیقه دیگه راه داریم تا برسیم. برو که رفتیم. خب رسیدیم، از توی راه ادامه میدیم. رسیدیم به مغازه و بریم یکم خرید کنیم. متاسفانه داخل روستا نمیتونم فیلم بگیرم. برگشتنی براتون یه ویدیو کوچیک میگیرم چی خریدیم چی نخریدیم. برو که رفتیم. هم الان از مغازه اومدیم. با رحمت رفتیم یکم چرت پرت گرفتیم. یه نیشابه و یه 4 تا یخمک و یه دونه زعفرون گرفتم. نعمت هم یه لیوان گرفت و الان داریم برمیگردیم طرف خونه. و از اینجا نعمت میگه بریم بستنی بخوریم. حالا بریم سری بزنیم به بستنی بخوریم. تا ادامه ویدیو با ما همراه باشید. چه قشنگه. هواش هوای کسخولی. هی خدا میدونه ما تنهاییم. هوا رو 2 نفره میکنه. مدیرمون خواد با یکی بیایم بیرون. حالا ما نعمت اومدیم بیرون. نعمت جون فقط کسی رو نداریم که هوا خیلی قشنگه. هوا چی میگه؟ داریم سینگاف داری و داریم میریم بستنی بخوریم. یادم خواست این از گوسالای نوجوان. این گوسالا رو چی میگه چیمو؟ گوسالای نوجوان، گوسالای پیر. تمیزک. چی؟ گوسالای تمیزک. تمیزک؟ گوسالای چی؟ تمیزک. قدیسم او یعنی چی؟ او یعنی چی؟ آها. گوسالای قدیسم یعنی کوچیک. بابا کی گیر دادم دندمون. میگم من بابا بریم دور تهران هم بریم. میگم صاحب میگم خودی میگم سلطان جاده‌های ایران پیکان. آخر رسیدیم. خب دوستان همین الان با بچه‌ها از بیرون اومدیم. یه دوری زدیم با یه 2 تا از این بچه‌ها و الان داریم برمیگردیم طرف اتاق. من بریم یه دوش بگیرم و یه چایی بخورم و استراحت کنم. ویدیو رو برای شما ادیت بزنم و بذارم توی پیجم بچه‌ها. الان فقط تنها مشکل من چیه؟ تنها مشکل من اینه که کارت همراهم نی و اینجا کارتخانم نیستش که شارژ بزنم. بریم ببینیم بچه‌ها کارتش موجودی داره واسه یه شارژ بزنن یا نه. اگه نداشت که این ویدیو میفته واسه یه روز دیگه، ولی اگه افتاد که فردا واسهتون میفته. یعنی امروز سوم برای شما ویدیو میاد اگه بتونم آپلود کنم. اگه آپلودم نکردم 4م دیگه میاد دیگه. برو ببینیم چی میشه. بچه‌ها لطفا ما رو سابسکرایب کنید چون که من به سابسکرایب شما خیلی نیاز دارم بچه‌ها و نمیخوام زیاد وقتتون رو میگیرم. فعلا تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار همگی. خداحافظ.